آز بخونیم دیگه. آره ببینید این واقعیت اون جانم پویا جان بگو آقا پویا بفرمایید. پویا جان سوالی داری بگو. فکر کنم میخواد تایپ کنه. اوکی. ببینید این بحث فرکتاری که ما مطرح کردیم یک بحثیه که برای من به شدت جذابه. من همین دو هفته پیش که ازش چه استفاده هایی میکنم بذارید اینم رو چارت بهتون نشون بدم و میگم همین موجهای آخری که داشت میومد بالا فکر کنم اون کادرام باید باشه اگه پاک نکرده باشم. اینجاست. من میخوام نوع نگاه هم به شما رو در واقع انتقال بدم. خب من قبل از اینجا یک ATH زده بود، طلا اومده بود یه ATH زد روی 2785 یه اصلاحی داد، دوباره اومد این ATH رو رد کرد، اومد یه ATH جدید زد، خب دوباره ریخت. خب من این عدد خطای سفیدم رو میبینید. خب این خطای سفیدی که من انداخته بودم، این خطای سفید من خب قبل از این که این بیاد ATH رو بزنه من اینجا خط سفید انداخته بودم. خانم شیرین شاهد این مدعاست. یعنی ما اینجا هنوز این بازار اینجاها بود، دایم فریم 1 ساعته و پوزیشن داشتیم. اینجا من گفتم این نهایت لگی که میتواند حرکت بکند اینجاست و اومد از اینجا میبینید رفتارش رو ببینید، اینجا رو یه تاچ کرد و ریخت پایین. متوجه ارزم شدید چی شد؟ از کجا فهمیدین اونجاست؟ آها این از کجا فهمیدمش رو، این باکس حرکتیه. بذارید من اینجا رو بهتون توضیح بدم. آها اینجا رو میبینید طلا نمیدونم چند ماه قبلش، خب طلا چند ماه قبلش اومده بود روی 2785 یه ATH زده بود. این صحبت مال مثلا چند ماه قبلشه. اما فرهاد ببخشید یه سری اصطلاح استفاده میکنین که برای من به شخصه مقدار تازگی دارن. ATH all time high یعنی میاد سقف جدید میزنه، رکورد جدید میزنه، نیو رکورد دیگه. اونایی که تو المپیک میان رکورد میزنن خب مینویسن میگن نیو رکورد زده دیگه، رکورد جدید ثبت شده. ATH که داریم تو صحبت میکنیم توی مارکت یعنی all time high، یعنی سقف جدید، بالاترین قیمتی که تا کنون دیده است. این قیمت طلا توی این نقطه‌ای که اومد یه ATH زد، ATH بذارید اگر لازمه تایپ کنم. اونو من متوجه شدم. یه دونه همین که شما چیزو میگین هی اصلاحو خیلی استفاده میکنین. ATH all time high یعنی سقف جدید زد. خب دیگه چه اصطلاحی به کار بردن که شما نفهمید؟ اصلاح جان؟ اصلاح یعنی این حرکتی که اینجا دارد میکند، این حرکتی که اینجا میکنه هر برگشتیش به منزله اصلاحه، یعنی اصلاح قیمتی. هر برگشتی رو ما میگیم اصلاح. جان؟ هر برگشتی رو ما میگیم اصلاح. حتی تو روندهای نزولی مثلا اینو میگیم ریزش، اصلاح قیمت به سمت بالا، دوباره ریزش، دوباره اصلاح قیمتی، دوباره لگ حرکتی به سمت بالا، دوباره ریزش، دوباره وقتی این ریزشه این تیکه برای من میشه اصلاح قیمتی. مرسی. دوباره اینجا وقتی ریزشه هر حرکتی به سمت بالا میشه برای من اصلاح قیمتی. درست شد؟
حالا اینو بذارید من صحبت بکنم با شما. این میگم رفتار طلا رو من اینجا دیده بودم که اومده بود یه سقف جدید زده بود ریخته بود، درست شد؟ بعد طلا اومد، این سقف برای من سقف جدیدش بود، خب رفت پایین. از اینجا تا اینجا ببینیم چند روزه، 24 اکتبر اینجا که اومده این سقف رو شکسته که نه 2020 24 29 اکتبر اینجا 23 اکتبر 6 روز طول کشید تا بیاد. این ناحیه ها رو میبینید چقدر مقاومت کرده این سقفو. بعد بالاخره اومد اینجا رو شکست. بعد اومد به این میزان حرکت کرد به سمت بالا، خب و شروع کرد به ریختن. ببینید ریزش رو میبینید، ریزشش رو میبینید چقدر ریخت، یعنی اومد حتی این کف رو زد. خب حالا من این الگوی حرکتی میشه این تیکه که اومد بالا و ریخت، این میشه برای من یه الگوی حرکتی. یعنی چی؟ یعنی من میگم اوکی اگه طلا دوباره بیاد یک سقف جدید دیگری بزند، یعنی اینجا رو بره تو آینده بیاد این سقف رو بزنه، هیچ بعید نیست که مثل همین بیاد یه حرکتی اینجوری به سمت بالا به همین اندازه بزنه بعد بریزه دوباره پایین. متوجه حرفم شدید یعنی چی؟ و نیاز نیست درصد حساب کنی؟ نه اصلا دنبال درصدش نیستم. ببینید اصلا الگوی حرکتی پیدا کردن دیگه، یه رفتار حرکتی پیدا کردن، مثلا دنبال درصد و اینا نیستم. خب من میگم آقا طلا ATH زده بود، اومد رفت پایین 5-6 روز این پایین بازی کرد، بعد اومد این سقفش رو اومد یه حرکت اینجوری کرد، به این میزان حرکت کرده، خب بعد شروع میکنه به ریختن. حله تا اینجا اوکی این؟ بله. خب حالا و شروع میکنه به ریختن. حالا این تیکه‌ای که برای من حرکت میکنه، این تیکه، این باکسی که اینجا حرکت کرده، من فیبو خودم رو میندازم اینجا، درست شد؟ اون درصد بندی که کرده بودم رو میندازم اینجا. به صورت تجربی من میگم اگر این دوباره بخواد بیاد این سقف رو بزنه، احتمال این که دوباره به همین اندازه حرکت بکند، یعنی رو رفتم الگوهاشو پیدا کردم دفعات قبل، خب معمولا اتفاقی که میافتد یا به اندازه 50% این لگ حرکت میکنه، خب یا به اندازه 1/4 یا به اندازه 3/4. یعنی من میگم اگر قرار هست طلا این دفعه بیاد اینجا که سقفش بود دوباره اومد اینجا یه سقف جدید زد به این اندازه، میگم اگر دفعه بعد بیاد اینجا انقدر حرکت بکنه دیگه انقدر احتمالاً نتونه بره بالا، به اندازه نصف این. مثلا فرض کنید اینو قبول بکنید از من که خب نصف اینه، یا به اندازه نصف دوباره این دایره، این مستطیل کوچیکه، ببخشید به اندازه نصف این، یا به اندازه این حرکت میکنه. حله؟ ولی توی اکثر مواقع میاد یا اینو میزنه یا اینو میزنه، معمولا به اینجا نمیرسه. حله؟ خب من این سقف جدیدم رو که اینجاست رو یه خط میندازم بیاد جلو، اینجا مشخص میکنم بیاد جلو، رنگش هم برای اینکه به اون خطای سفیدن که الان انداختم قاطی نشه میندازم زردش میکنم. خب مثلا ورش میکنم، بازار میره پایین میچرخه میاد، نمیدونم یه ماه 2 ماه این پایینا بازی میکنه دوباره داره حمله میکنه که بیاد چیکار کنه، این سقف‌های جدید رو بیاد یه سقف‌های جدید بزنه.
حله؟ بله. خب من حالا میگم اینجا میاد یه حرکت اینجوری میکنه برمیگرده. خب یه حرکت میاد نزدیک این سقفه که میشه یه حرکت اصلاحی میده. این ناحیه رو میبینید؟ این ناحیه رو من از اینجا دارم. من این خطی که اینجا انداختم خب از نظر من سقف جدیدی که طلا این سری زده بود، خب سقف جدیدی که زده بود اینجا بود، این سقفه بود، بقیهش اضافه بود، بقیهش یه ذهنیتی رو، یه عدد، یه کلمه رو بهتون میگم فعلا داشته باشید، فعلا تو ذهنتون داشته باشید، راجبش الان اصلا سوال نپرسید. خب جمع آوری نقدینگی حله؟ در همین حد فقط ذهنتون باشه. از نظر شخص من فرهاد این طلا که اون سری اومده بود یه سقف جدیدی از اینجا اومد حرکت کرد به سمت بالا، اینجا تموم شده بود، این حرکتش آخرش بود. الباقی حرکت‌هاش اینجا حرکت‌های اضافه بود فقط برای اذیت کردن کسایی که از حول حلیم تو دیگ افتاده بودن. به سقف جدید داره اصلاح میکنه، بزنیم که بره پایین. و اینجا اذیتشون میکنه 7-8 ساعت، نزدیک یه روز 2 روز اینجا وای میسه، اذیت میکنه. و کسایی که اینجا پوزیشن سل گرفتن میترسن، میگن نکنه نمیخواد بیاد پایین، و وقتی اونا رو پیاده میکنه اینجوری شد. فقط در همین حد یادتون بمونه. حالا من میبینم این ناحیه رو پس دیدید کجاست دیگه. من الان داشتیم صحبت میکردیم که این رفته پایین، بازی خودشو کرده و فلان و اینها، دوباره میاد این سقفه رو یه دونه اینجوری حرکت میکنه و میریزه پایین. حالا من این باکس دقیقا همون باکسیه که من از اون ور برداشتم آوردم. خب این باکس همون باکس است که از اون ور برداشتم کپی کردم آوردم اینجا. برای من فرهاد میگه، گفتم اوکی، این وقتی این سقف رو زد ریخت، دفعه قبلی چه اتفاقی افتاد؟ دفعه قبلی به اندازه این باکس حرکت کرده بود به سمت بالا. خب حالا اومده بودم اینجا یه 50% براش انداخته بودم، به اندازه 50% اون لگ حرکت بکنه. یه دونم که این 100%ش بود دیگه. من تو لایو مارکت اینا رو نداشتم و بچه دقت بکنید، نه اینو داشتم نه اینو داشتم، ولی وقتی دیدم اومد اینجا رو شکست اومد بالا، من 2 تا تارگت داشتم. گفتم یکیش اینجاست، بیاد اینجا، و یه دونش هم اینجا بود. اصلا این دقت حرکتش، یعنی اون روزی که من اینو انداخته بودم، این شادویی که به این ناحیه کشید و ریخت، اصلا برای خود من واقعا سورپرایز بود. یعنی اصلا حال کردم با این باکسی که اینجا انداخته بودم. خب یعنی مارکت اومد تو لایو مارکت اومد اینجا زیر این 50% این لگ در واقع حرکتی که داشت قبلا، اومد زیر این 50%، یه ذره بازی کرد، دوباره حرکت کرد به سمت بالا و دوباره اومد دوباره اومد اینجا رو شکست. خب اوکی، وقتی اینجا رو شکست گفتم آقا این مگه الگوی حرکتیش این نیست؟ این وقتی سقف‌های جدید رو میشکنه انقدر حرکت میکنه. این مربع رو انداختم بالای این مگه 50%ش نیست آقا؟ این مگه 50% این لگ قبلیه نیست؟ ببینید ریاکشن رو میاد دوباره بازی میاد این 50% رو میشکنه، دوباره اینجا وای میسته. این شادوها رو ببینید اینجا، خدا وکیلیش این شادوها رو ببینید اینجا، میاد حرکت وای میسته دوباره. گفتم اوکی اینجا رو حرکت کرد، پس این قدرت داره دیگه، دوباره به اندازه همین لگ میتواند حرکت بکند. یعنی اینجا رو بذارم اینجا، دوباره گفتم به اندازه این میتونه حرکت بکنه، دوباره ببینید، دوباره اصلاح، و میاد دوباره اینجا رو شکست. و وقتی شکست، من اینو اینجوری پیدا کرده بودم، این الگوی حرکتی رو پیدا کرده بودم. خب میگفتم تا اینجا میتونه بیاد و ببینید حرکتاشو، و گفتم اینجا رو هم بشکنه به اندازه این بیاد بالا. یه الگویی رو پیدا کرده بودم و ببینید ریاکشناشو، شادو میکشه میریزه پایین، دوباره اینجا رو شکست. گفتم این، حالا ببینید اون بحثی که گفتم همین بود، این به اندازه، گفتم این دفعه بخواد بیاد بالا به اندازه 50%ش
یا 1/4 کاری که کرد و اتفاقی که افتاده فعلا براش. حله؟ خیلی باحال بود. خیلی باحال. جالب. بله. حالا کاری که از شما میخوام اینه که برید روی چارت های مختلف حالا رو خود این طلا تمرین بکنین، بعد برید روی چارت های دیگه، چون برید رفتار مثلا بیت کوین. البته اونا چون واقعیت عمق ندارن، دستکاری مارکت توشون طبیعتا خیلی زیاده و من قبولشون ندارم به طور کلی. همین چارت های استاندارد مثل کارنسی ها، مثل نقره، مثل چه میدونم یورو به دلار، نمیدونم پوند به دلار، نمیدونم و بقیه موارد رو دونه دونه رفتار اینها رو از تایم فریم های بالا پیدا بکنید. بعد ببینید تو تایم فریم های بالا رفتارهاشون چجوریه، بعد اینا رو بیاد ببینید رو تایم فریم های کوچیک‌تر رفتارشون چجوریه. آیا اونا هم به مثلا به 50% ریاکشن میدن یا اونا نه، مثلا اصلاحاشون 30%، 30% اصلاح میکنن دوباره میرن بالا. الگوهای رفتاری مختلفشون رو پیدا بکنید و به این فرکتال ایمان بیارید. که هر کی ایمان نیاره از کفاره و جاش تو دوزخه، جهنم، عذاب علیم، یعنی توی این مارکت عذاب میکشه. واقعیتیه. یعنی حالا من اینو که داریم میگیم نه اینکه صرفا ما بخوایم با فرکتال معامله بکنیم این رو فهمش برای ما مهمه که بازار دارد کار خودش رو میکنه، بازار یه الگویی داره، یه طبیعتی داره، بعد ما با اون طبیعتش چیز نکنیم دیگه، در واقع مقابله نکنیم، اون طبیعتش رو بفهمیم، مارکت هم با ما اوکی میشه، مارکت با ما دوست میشه. واقعیت یعنی ما باش دوست بشیم اونم طبیعتا با ما دوست میشود. روی این اساس سوالی اگر هست بپرسید. نمیدونم، احساس میکنم کیا نیستن تو کلاس؟ آیا یوسف هست، آیا پویای عزیز ما هم باز دوباره رفت. خب اوکی، موردی هست بفرمایید دوستان. نه من که اوکی. خدا شکر. اوکی. حالا اما فرد یه خورده نیاز به تمرین داره. این یه خورده نه، خیلی نیاز به تمرین خیلی. آره، یعنی اصلا اینو باید انقدر تمرین بکنی که دیدگاه فرکتالی پیدا کردن روی چارت اصلا مثل حلوا بشه برات، مخصوصا تو فریم های این خطوطی که شما کشیدین خیلی دقیق بود، اون واسه من خیلی عجیب بود. من دقیقش خدا وکیلی پیشتون معجزه نکردم که، یعنی با هم کشیدیم. نه میدونم همون دیگه، این یه خورده واسه من. آره، یعنی این یه قانونه، یعنی این رفتار طلا وقتی اینجوری حرکت میکنه دیگه قانون رفتار طبیعت طلاست. طلا اینجوری حرکت میکنه. حالا شما بگید چرا اینجوری حرکت میکنه دیگه، از اول اینجوری ساختارش اینجوری شکل گرفته و طبیعتا از این ساختار استراکچرش رو در واقع بتونی بفهمی که این ساختار رفتاریش به چه شکل و در واقع قیافه‌ای هست. طبیعتا کار کردن باهاش راحت تره، معامله کردن باهاش راحت تره. یعنی اینجوری میخوام بذارید توضیح بدم که وقتی من این الگو رو پیدا کردم، مثلا این اتفاق توی یک موج پایینترش من این دیدم که اینجوری لگ بزرگ این بوده، اصلاحش اینجوری بوده، بعد اومدم توی لگ های کوچیکترش هم این رو پیدا کردم.
حالا که این موج شکل گرفته اصلاحش رو داده، خب یعنی میخوام بهتون بگم از این ماجرا کجا استفاده میکنیم. خب از اینجا استفاده میکنم، میگم آقا اوکی این که اینجوری حرکت کرد حالا این موج رو ساخته و این اصلاح رو داده و این رو میتونم حساب بکنم بگم اوکی پس این میتواند 1.5 برابر موج این، یعنی این اگر اسمش رو بذاریم حسن به اندازه 1.5 برابر حسنه حرکت بکنه و کل این موج که از اینجا تا اینجا اومده بود رو اسمش رو بذاریم مثلا کیارش. خب کل این موج از اینجا تا اینجا به اندازه 1.5 برابر کیارشه. درسته؟ خب پس من میگم اوکی اگر این اتفاق بیفته حالا منی که اینجا بایر این میزان اصلاحش رو هم از اینجا پیدا کردم، یعنی من فرض کنید مارکت هنوز اینجاست، اصلا ای بابا این چرا پاک میکنیم. فرض کنیم که این پاک کنش آقا همه چی رو پاک نکن عزیزم، پاک کنه یه تنظیماتی داشت. اینجا فرض کنید که مارکت هنوز اینجاست و من این رو حساب کردم که این لگه رو حرکت کرده و این الان تو اصلاحشه. صبر کن، عجله نکن برای ورود به معامله، اجازه بده مارکت به همون میزان اینجا اگر به میزان 40% مثلا حساب کردم که الان روی طلا مثلا 50% اصلاح میده. خب صبر کن بذار به اندازه 50% که 50% حرکت بکنه، 50% حرکت بکنه بعد اوکی دیگه باش میریم بالا دیگه دوباره. خب اینو صبر میکنم به اندازه 50% اصلاح کرد و دیدم اینجاها داره به من بازی میکنه، اینجا پوزیشن بایم رو میزنم. تارگتم کجاست؟ هنوز تو لایو مارکت که اینجاها رو ندارم که من این سقفا رو ندارم، 1.5 هنوز برابر شکل نگرفته. میگم اینه یه خطی میندازم میگم طول این برابر است با 1.5 برابر این، حله؟ بعد تارگتم رو میذارم اینجا. به همین راحتی استفاده هایی که ازش میکنم اینجوریه. و وقتی این موجم تکمیل شد تازه من وقتی استراکچر رو فهمیدم میگم آقا این موجهاش همینجوری بود، یه موج میومد اصلاح میکرد دوباره یه حرکت، یعنی دو موجی میاد بالا. خب پس دوباره وقتی این موج اینجا تموم شده پس میتواند چه اتفاقی بیفته؟ میتواند دوباره این به اندازه 50% کل این لگ رو اصلاح بده. اینجا من دوباره همین نقطه وارد پوزیشن چی میشم؟ سلش میشم. آفرین، وارد پوزیشن سلش میشم. تارگتم کجاست؟ تارگتم 50% این لگ است، یعنی تا اینجا. دوباره اینجا من وقتی استراکچر اوکی میگم آقا این تموم شد، اندازه در واقع لگ حرکتیش تموم شد، حالا انتظار دارم به اندازه 1.5 برابر این اندازه‌ای که حرکت کرده بود بره بالا. حله؟ آقا فقط یه سوال بفرم. این حالا این فرکتالی که شما میگین، این الگوی حرکتی که شما میگین اسکالپینگ نیست، نوع ترید اسکالپینگ نیست. شما گفتین اسکالپینگ اینجوریه که مثلا هم الان باز میکنم پوزیشنم و مثلا 2 دقیقه نهایتا 5 دقیقه دیگه میبندم سودم ور میدارم. این طولانی مدته. نه اصلا اینجوری نیست. بذارید من الان همینجا داریم میگیم که فرکتاله، یعنی اینا توی یک روز نه اگر نه انجام میده اوکی 5 دقیقه هم باید انجام بده. این الان چارت طلاست، درسته؟ هنوز مارکت بسته است. حله؟ بله. من میگم طلا اکو که نمیده صدا. نه اوکی. حالا من میگم
طلا یه همچین حرکتی رو کرده، از این بالا شروع کرده به سمت پایین. خب از این بالا شروع کرده است به سمت پایین. فقط یه ایرادی که داره اینو درصد بندی ندارم واقعیتش. خب 50% میشه کجا؟ اون وسطی دیگه. این نقطه 50% این خط است. درسته؟ بله. 50% کار میکنه یا نمیکنه؟ من تو لایو مارکتم میبینم مارکت یه همچین اینجوری حرکت میکنه، بعد میاد اینجا رو بریک میکنه. وقتی بریک کرد الگوی حرکتی طلا رو من به دست آوردم دیگه 50%. میگم اگر این لگ اول حرکتیش باشد انتظار دارم وقتی اینجا رو شکسته به اندازه 50% این لگ بره پایین. تا اینجا میاد پایین. حله؟ حالا من اینو زومش کنم. مثلا قانون ندارده، یعنی نمیشوده. همه این حتی همین لگ حرکتی از اینجا تا اینجاش رو من میگم از اینجا تا اینجا 50%ش کجا میفته؟ استاپ، حرکت، اینجا رو بریک. پس میگم اگر این به این اندازه حرکت کرده به این اندازه میتونه بیاد. دوباره این خودش یه لگ حرکتی بزرگ از اینجا. پس میگم اگر این رو بخواد ادامه بده به این اندازه حرکت میکنه. الان جالب شد. جالب بود. جالب تر میشه. همه اینا رو بررسی بکن. همینجا رو ببینید. همین لگ حرکتیش 50%ش کجاست؟ درسته؟ رو 50%ش وایستاده یا نستاده؟ زومش کنیم ببین. وایستاده، اومده بریک کرده. اگه من اینجا پوزیشن میگیرم با بریکش تارگت هم اینجاست. خداحافظ. حله؟ جالب بود. حتی خود داخل این تی آره الان همین 50% رو شما میتونید دونه دونش رو پیدا بکنید. ندارده، نمیشود. یعنی بگی این پس حتی قانون 1 دقیقهش هم به راحتی میشه تشخیص داد. آره. بعد خود همینها الان با بگم الان از اینجا تا اینجا رو دوباره خود اینو یه لگ میگیرم. خود از اینجا تا اینجا رو من با 4 تا اومدم پایین دیگه. یه دونه اینجا. حتی خود این تیکر رو الان ببینید. حتی خود این تیکر 50%ش کجاست؟ یعنی بریک کرده تا 50% اصلاح اومده پایین، دوباره بریک کرده. پس یه حرکت 50%ی 1 2 درست شد. دوباره همینجا 50% حاکمه. بیاریم پایین ببینیم. این از اینجا، این از اینجا. تو محدوده 50% درگیری، محدوده 50% درگیری واکنش ها رو ببینیم. تو نهای 50% درگیری بالا پایین بریک. وقتی بریک شد برو پایین. پس من حالا میگم این لگ همش یه اندازه، یه لگ حرکتی. خب یعنی از این بالا تا پایین رو یه لگ حرکتی بگیرم. از اینجا تا اینجا یه لگ حرکتی. یه لگ حرکتی که با چند تا اومده بود پایین؟ 16 تا دیگه احتمالاً ها. این تیکر رو باشه 1 2 3 4 5 6 نه بذار، یعنی هر یه دونه 2 تا 4 تا 6 تا 8 تا با 8 تا لگ حرکتی 50 اومده پایین. حالا میگم اگر این رو من یه لگ حرکتی بگیرم و این کفم رو بکشم برم جلو، این کفم رو بکشم برم جلو. خب درست شد. من میگم اگر اینجا رو به این اندازه حرکت کرده بیام، اگر اینجا بریک شد به این اندازه بره پایین. حالا
این لگ ببخشید لگ حرکتیش اینجاست درسته؟ رأس حرکتیش اینجاست دیگه. تا کجا میاد پایین؟ تو دقیقا اون کلش دو. پس تو تایم فریم 1 دقیقه هم کار میکند. تایم فریم 1 دقیقه هم کار میکنه. حله. خب پس شما الان به اندازه 1 هفته فرصت دارید که برید تمرین کنید، چارت رو بالا پایین بکنید و چارت های مختلف رو، همین مطلب فرکتال رو سعی کنید درک بکنید.